یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب من نیکی ام و ایشون هم فیلیپ هستم. بچه‌ها ما امروز در خدمت شما هستیم با یک ویدیو متفاوت. توی این ویدیو میخوایم با هم بازی کنیم. بازی از چه قراره؟ از این قراره که فیلیپ توی گوشیش یه لیستی داره، توی نوت گوشیش از یه سری کلمات فارسی. کلا دوست داره که فارسی یاد بگیره ولی تا حالا نه معلم نداشته و نه کسی خیلی جدی بهش یاد داده. یعنی هر چی که میتونه تلاش خودش و علاقه خودشه. امروز یهو این ایده به سر رسید که یه ویدیو بگیم فیلیپ از لغتایی که توی نوت گوشیشه شروع کنه برامون فارسی حرف زدن و سعی کنه یه جوری اینا رو به هم ربط بده. واقعا حالا این لغتایی هم که هستن هیچ ربطی به هم ندارن، هر کدوم توی یه روز متفاوت نوشته شده ولی بامزه میشه. و یه چیزی که سخت ترش میکنه این بازی رو اینه که بعد تا اونجایی که میتونه سعی کنه نه انگلیسی حرف بزنه نه آلمانی و نه هیچ زبان دیگه جز فارسی. خب بریم ببینیم که چی کار میکنه. آقای فیلیپ، اول قبل از اینکه نوت گوشی تو نگاه کنی بگو که چی کارا میتونی بکنی، چی بلدی، خودتو معرفی کن. چی؟ سلام، خوشبختم. من فیلیپ هم 34 ساله. از کرج؟ از کرج؟ از کرج؟ نمیدونم. من تولد 7 سپتامبر این ایرانی 16 شهریور. آره؟ من متولد آلمانی یا ولی یا ماما ولی anstatt ja ولی ماما بابا مامان و بابا متولد لهستانی. آفرین، خوب. من یک یک خواهر و یک برادر. عافیت باشه. آره. فیلیپ شما صحبت کنید. خوشمزه ایرانی دنیکی. چی؟ Deniki, ich habe Iran kennengelernt durch dich. Durch dich kenne ich Iranisch. Ja. Ich habe mit dir Iranisch gelernt. Ja. Was heißt das? از طریق نیکی ایران رو شناختم. و ایرانی خرزو. خوشمزه و ایرانی غذا و ترچین لوبیا پولو چیکن پولو چیکن پولو کوکوریکو پولو کوکوریکو کیکریکی پولو. بچه خروسه و مرغ که چیز میکنه، مرغ بقبقو میکنه، چیکار میکنه؟ خروسه اینا در اصالت قولی قوقو نمیکنن، کیکریکی کیکریکی میکنن. من نمیدونم گوشای ما مشکل داره یا گوشای اینا، من تا حالا نشنیدم خروس جز قولی قوقو. لهستانی کیکریکی، آلمانی کیکریکو. خلاصه که خروساشون هم با ما فرق میکنن. منظورش از پولو قولی قوقو همون پولو مرغ و زرش پولو با ما. پولو ماهی. خیلی خوشمزه. میشه تال ماهی. عرق سگی. و
کلاپاچه. چه بچه خوش سلیقه ایه. دوست دارم کلاپاچه. کلاپاچه دوست دارم. دوست دارم. املت علی. عمو حسین و علی. و علی. املت عمو حسین. عمو حسین. عمو حسین. رئیس عمو حسین. عمو حسین die Pfanne. عمو حسین. رئیس عمو حسین. نمیدونم. عمو حسین. عمو حسین. نمیدونم. Wo hast du erstes Mal Omelette gegessen? In Terra. Bei dir. Nein, das richtige Omelette. Terra. عمو حسین. عمو حسین. عمو حسین. عمو حسین. آره عمو حسین. املت عمو حسین هم امتحان کرده. به به. و املت علی. و املت علی. نه املت علی خیلی خوشمزه. تر. ايش واقعا؟ املت علی املت عمو حسین خوشمزه تره؟ املت علی خیلی علی چی بهش داری؟ چیز خورش کرده. املت عمو حسین عالی. املت علی هم خدا خیلی. علی ist ein Freund. Was heißt ein Freund? دوست. علی دوست هست. دوست ما هست. دوست ما هست. خیلی دوست ما هست. سلام علی. آره کی تو خوشمزه ده لهستانی گرچو عزیزم گرچو فارسی صحبت کن. لهست چه غذا لهستانی تو خوشمزه است؟ میخواد بگه که از نظر تو چه غذای لهستانی خوشمزه است؟ واقعا بخوام راستشو بگم همه غذاهاشون تقریبا خیلی خوشمزه است و مدل غذاهاشون به ذائقه ما ایرانی‌ها به نظرم خیلی نزدیکه. ولی از همه‌شون بیشتر اگه بخوام بگم یه سوپی دارن به اسم سوپ خیارشور. با خیارشور درست میشه و اون سوپ میتونم واقعا بمیرم. خیلی خوشمزه. واقعا میتونم یه قابلمه رو بخورم. در این حد. که غذا ده آلمانی کاریوورشت. کاریوورشت یه سوسیسیه که توی یه سس قرمز میذارن بعد اینو خورد میکنن با چنگال میخوری توی یه مثلا مایعیه. خیلی به نظرم خوشمزه است ولی آره همین. و دامف نودل؟ دامف نودل هم آره آلمانی و لهستانی؟ لهستانی ده ما اوما. لهستانی. غذاهای لهستانی به نظرم خوشمزه تر. Die sind anders. Was heißt anders? متفاوت. خب آره Frage was noch ab. عزیزم بعد از روی این بخونی صحبت کنی. قرار نیست من ازت سوالی بپرسم. تو هم قرار نیست از من سوال بپرسی. نمیدونم لطفا. نه مرسی. لطفا وجود نداره. نو خوبه مرسی. خدا را شما. خول oder قول؟ قول یا خول؟ شور. به خدا قول. Du sagst Chol. فیلیپ باشوس هست و صبر اومد. چی هست؟ فیلیپ چی هست؟ فیلیپ باهوش هست و فیلیپ کارش درسته. فیلیپ کارش درسته. آفرین. آره واقعا افتخار میکنم. خیلی خوب فارسی حرف میزنی. نه فارسی کوشو. بدون هیچ آموزشی. نه بچه بیشتر میفهمه. خیلی عجیبه یه چیزایی میفهمه که من میگم ای وای چه فهمی. Aber ich lerne. Was heißt? Aber ich lerne. ولی یاد میگیرم. ولی یاد میگیرم. و فیلیپ کارش درسته. بله گفتی یه بار؟ نه. تاکید که کارش درسته. فیلیپ خوشتیپ هست. من نیکی خیلی خوشتیپ. خوشگل خانم. ویدیو رو تلخش نکن. فیلیپ نه دروغ میگی. دروغ میگی؟ نه فیلیپ نه دروغ میگی. دروغ نمیگه. دروغ نمیگم. نمیگم. دروغ نمیگم. سی؟
برافو آفرین. نمیگم. نمیدونم. Ofiar Boże. مرسی. Ofiar Boże. اینم گفته بودی. Zaraz chodź pan. اینم گفته بودی. Ale بچه کی؟ استرس. Reisebesucher. بله. Reisebesucher. کی؟ نمیدونم. علی؟ علی خب چی؟ من گیجی شدم. بله. موزی. من گیجی شدم. گیج شدم. من گیج شدم. حق داره واقعا گیج شد. فارسی هم بچه سخت میتونه باشه خیلی فکر میکنم. هرچی تو میخوای. هرچی تو میخوای. آره. این جمله خوبه. اینا رو یاد بگیر. داغ نیست. زرد. زرد نیست. سرده. زرد است گل. زرده. نه زرد نیست. البته یکم هم زرده. هم زرده هم سرده. بده. نه زرد. سرده. آفرین. لعنتی. دورت بگردم. خدا نکنه. احتیاط. فردا دورت بگردم. فردا دورت بگردم. دست در. بله. او خوب. بس. بد و خوب. بد یا خوب؟ فردا دورت بگردم. خوب. الان دورم بگردی خیلی بهتره ولی حالا فردا. اوکی. دروغ میگی. خب پس همین الان بگی. آره. فیلیپو نمکید. خوب شده. مهره مار داری تو دلواری. دستش بریده. اوف شده. و نه یا بچه ها واقعا نه بچه ها این کار یاد گرفته. برای یاد گرفتن زبان بهترین راه اینه که مثلا با بچه ها صحبت کنید، کارتون ببینید، کتاب بچه ها رو بخونید. به نظرم خیلی جواب. اوکی؟ افایتم؟ دروگو. خیلی کار میخوای تا فارسیش خوب میشه. نه میخوای راست چپ. راست چپ. اوکی. مزاحم نه مستقیم. مزاحم نشو. خواست قبلش بگی یا نگهش توش اینا بگه بعد بگی. خب نمیدونم دیروز اوکی. خیلی هم عالی. فیلیپ جون خیلی بامزه بود. مرسی که امروز مهمون ما بودی و ما رو خندوندی و بهمون کلی خوش گذشت در کنارت. اگر که حرفی داری به بچه ها بگو خدافظی کن ازشون. اوکی. بگو. خیلی مرسی و لوک was heißt schauen نگاه کنی. خیلی ممنون که نگاه میکنید. لایک و سابسکرایب. اوکی. و فیلیپ lernt noch. فیلیپ یاد میگیره و یا wenn ihr sehen wollt. اگر که میخواید ببینید. اگر که میخواید ببینید. فیلیپ اگر که میخواید ببینید. اوکی. اگر که میخواید ببینید لایک و سابسکرایب.
امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی دیگه خدافظ. خدافظ. سلامتی. سلامتی.